اتفاق ناگوار برای آریانا سعید در کشور استرالیا. وضعیت صحی آریانا سعید ناگوار بوده است. آریانا سعید به چه دلیل با استرالیا سفر کرده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ پشت پرده کنسرت‌های جدید آریانا سعید و گریه‌های اسیف که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید یکی از هنرمندان جاودان، صدای ماندگار، صدای سریلا که با استعداد فردی خاص خودش در میان هنرمندان افغانستان شهرت و محبوبیت دارد. آریانا سعید از سال 2008 به طور رسمی و مسلکی به سرودن آهنگ آغاز کرد و تاکنون به کارهای هنریش ادامه داده است. آریانا سعید همیشه خواسته کارهای هنریش خاص و منحصر به فردش باشد. آریانا اما ساله کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برگزار می کند. قرار بود کنسرت‌های پی در پیش را در شهرهای بزرگ استرالیا برگزار کند. آریانا سعید در این کنسرت‌ها نظر به علاقه و شخصیتش لباس‌های عجیب بر تن کرده است که بار دیگر سر صداهای فراوانی را در صفحات مجازی ایجاد کرد. آریانا سعید به گفته دوستان و اقاربش بعد از ختم کنسرتش در ملبورن از طرف افراد ناشناس قرار بود ترور شود، ولی این حمله مسلحانه بالای آریانا سعید ناکام بوده است. اکنون آریانا سعید دارای صحت کامل می باشد و در کشور ترکیه دوباره برگشته و مانند قبل به زندگیش ادامه می دهد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر امیتان را به الله منان سپرده کامیاب و خوشحال باشید.